سلام. امروز میخوام راجع به یک مسئله متفاوت جذاب با شما صحبت بکنم. یک چیزی که تا به حال شاید کمتر راجع بهش صحبت کردیم ولی بیشتر علاقه‌مند میکنه شما صاحبان کالا، بیزینسمن‌ها و بیزینس وومن‌های نازنین رو که پای تلویزیون بشینید و از قدرت کار خودتون بیشتر مطلع باشید. شما که الان دارید این برنامه رو نگاه میکنید میدونید که میتونید یکی از موفق ترین بازرگانان باشید. رمز موفقیت شما تو دیدن این برنامه است. ما تو این برنامه تصمیم داریم با صاحبان کالا، صاحبان مشاغل هم گفتگو داشته باشیم و هیچ بعید نیست که به زودی سراغ شما و بیزینس شما بیاییم. تبلیغات تلویزیونی میدونید چرا موثره؟ چرا کمپانی‌های بزرگ تبلیغات تلویزیونیشون بیشتره و بیشتر سرمایه گذاری میکنن روی تبلیغات؟ اصلا چرا بعضی از کمپانی‌های معروفی که نیازی نیستی که تبلیغات براشون بشه هنوز هم تبلیغاتشون از اسمشون توی زبونه؟ چرا اینا مشاوره تبلیغاتی دارن؟ چرا یک مشاوره تبلیغاتی موفق اینا رو به اون اوج موفقیتشون رسونده؟ در نهایت تبلیغات و صحیح تبلیغ کردنه که اونها رو به این اهدافشون میرسونه. اونها همیشه باید تبلیغاتشون باشه تا صحبتشون سر زبونها باشه. یک مشاوره تبلیغاتی درست کردن یک کمپانی رو از صفر به نهایت میرسونه، به بالاترین درجه خودش میرسونه و این مشاوره، این آگاهی و این خدمات رو ما راحت میتونیم در اختیار شما دوستان عزیز و بینندگان نازنین قرار بدیم. Everybody clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Clap, 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 clap your hands. Right foot, left stump. Cha-cha, real smooth. Turn it out. One hop this time. Right foot, two stumps. Left foot, two stumps. Slide to the right. Slide to the left. Crisscross. Get funky with it. Oh, yeah. Come on. Cha-cha now, y'all. Everybody clap your hands. Come on, y'all. How low can you go? Can you go down low? All the way to the floor? I'm out of here, y'all. Peace. بعد از سالها تجربه‌ای که در این زمینه داشتم خب برای من هم تجربیات خوب و جالبی رو به بار میاره. مثل اینکه بعضی از صاحبان کالا متاسفانه به کالای خودشون برای معرفیش اهمیت زیاد نمیدن. شما هر چقدر لباس زیباتر به تن کالاتون بکنید بهتر به دل مخاطبتون میشینه. پس حتما برای معرفی کالاتون از یک حساسیت خاصی برخوردار باشید. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Hey Mac, did you hear the good news? Windows 7 is out, and it's not going to have any of the problems my last operating system had. Trust me. I feel like I've heard this before, PC. What? Windows Vista's here, and it's not going to have any of the problems that Windows XP had. It's not going to have any of the problems that Windows ME had. It's not going to have any of the problems that Windows 98 had. It's not going to have any of the problems Windows 95 had. It's not going to have any of the problems Windows 2 had. Trust me. This time it's going to be different. Trust me. شما دوستان عزیز هیچ از تأثیر تبلیغات برای بیزینس خودتون آگاهی دارید؟ بذارید براتون یه مثال ساده بزنم. شما میرید به یک فروشگاه برای خریدن یک تن ماهی. وارد فروشگاه میشید و روی شلف اونجا رو میبینید که 5 نوع تن ماهی مختلف هست. کدومش رو انتخاب بکنید؟ هیچ کدومشون رو نمیشناسید. عکسای اونها تقریبا شبیه هم هستن. قوطی‌ها و بسته‌بندی‌ها تقریبا شبیه همن. کدوم رو انتخاب میکنید؟ مسلماً اون رو انتخاب میکنید که در گذشته تصویری ازش در تلویزیونی دیدید یا صدایی یا اینکه اسمی از اون محصول شنیده باشید. این
خیلی زود به ذهن شما میاد، میرید سراغ اون محصول، اون تن ماهی رو برمیدارید. یا نه اصلا برای شما آشنایی نداره، هیچ کدوم هم نشنیدید، هیچ کدوم هم ندیدید. مراجعه میکنید به صاحب فروشگاه، میگید به نظر شما کدوم یکی از این تنهای ماهی خوبه که من بردارم. صاحب فروشگاه بلا فاصله اون محصولی که تبلیغات در موردش بیشتر بوده و مشتریای بیشتری رو جذب کرده اون رو به شما نشون میده. یه نکته دیگر رو اجازه بدید براتون توضیح بدم در رابطه با تاثیر تلویزیون. تا حالا شده دور همدیگه جمعی نشسته باشید و یک نفر بگه که تمام سموم بدن رو میشه توسط یک چسب از بدن خارج کرد؟ بقیه اونا که تو مهمونی نشستن میگن چطور میشه که یه دونه چسب تمام سموم رو از بدن خارج بکنه؟ میگه تو تلویزیون دیدم. مگه آگهیشو ندیدی؟ مگه ندیدی راجبش داشتن صحبت میکردن؟ اونجا اینجوری بود، تو تلویزیون اینو گفتن اونو گفتن. و ببینید چقدر این تلویزیون و صحبت‌هایی که توسط مجری یا کارشناس یا تبلیغات شده بر روی بیننده اثر گذاشته. Sunday dreamers in our blast, fixing holes and sunken fast. And please don't blame me for my lies, just to keep him by my side. And I don't mind if Papa cares, or even if my mama stares. Step right in, look right through. I beg you get to think the way I do. And I got you, I got you under my skin. I got you over my grin. I got you under my skin. At Air New Zealand, our fares have nothing to hide, which is why the price you pay includes everything up front. Do you love a man in uniform? نکته دیگه رو بعد برای شما دوستان عزیز بگم که صاحبان کالا یک مشکلی در ارائه خدمات خودشون دارن که بینندگان یا مراجعه کنندگان یا مخاطبان متوجه میشن. محصولی دیدم که میگفتش که اگر شما این محصول رو استفاده بکنید 67% نتیجه مثبت میگیرن. پس ما به عنوان بیننده فکر میکنیم که ما جزو اون 33% هستیم که نتیجه مثبت رو نخواهیم گرفت. پس این آگهی یا این تبلیغات هیچ تأثیری برای مخاطب یا جلب مشتری نخواهد داشت. بعضی موقع با بعضی از صاحبان کالا که صحبت میکنیم و بعد از اینکه به نتیجه میرسیم که آگهیشون پخش بشه، کلیپاشونو که برای ما میفرستن یا آگهیشونو که برای ما میفرستن، آگهیاشونو که برای ما میفرستن، ما میبینیم از کیفیت خاصی برخوردار نیست. یک تصویر نامناسب، یک صدای ناشناس، یک صدای بد، اینا همه تاثیر منفی میذاره و باید صاحبان کالا برای معرفی کالاهاشون یا ساختن آگهی خودشون به افراد حرفه‌ای حتما مراجعه بکنن. حالا سوال شما صاحبان کالا میتونه این باشه که ما چگونه تبلیغات صحیح داشته باشیم؟ شما باید یک مشاور خوب داشته باشید. شما باید بتونید مشاوره بکنید و راهنمایی‌های لازم رو از اون بگیرید. ما در تلویزیون تپش در خدمت شما هستیم تا این مشاوره رایگان رو به شما تقدیم بکنیم. ما در تلویزیون تپش در خدمت شما هستیم که به شما خدمات صحیح رو و خدمات ارزنده پخش پیام‌های بازرگانی رو در این تلویزیون تقدیم بکنیم. شما احساس راحتی داشته باشید، با من تماس بگیرید و مطمئن باشید که قدم‌های موثری برای کسب موفقیت بیشتر خواهید.